دوام و پایداری یه رکتیفایر توی محیط آلوده معدن بسیار بسیار مهمه. چیزی که ما میبینیم برای خنک کردن این رکتیفایر از سیستم آب خنک استفاده شده. هیچ رابطه‌ای بین بیرون و داخل رک وجود نداره. صرفاً آبی که توی مسیر بسته است میاد داخل رک، حرارت رو میگیره و خنکش میشه. باعث چی میشه؟ آلودگی و گرد و خاک و بخارات اسیدی وارد رک به هیچ وجه نمیشه و شما میتونید مطمئن باشی که سالها داره رک با اطمینان کارشو انجام میده. یه نکته دیگه که رعایت شده، نمیدونم چقدر تو تصویر میتونید ببینین، دور تا دور همه درهای رک فوم کار شده. فوم پلیورتان بهترین ماده ای هست برای بالا بردن آی پی رک ها و تابلوهای برق. تمام تمهیدات دیده شده، شما خیالتون راحت باشه. علیرغم ظاهر ظریفی که داره، خیلی قدرتمند، خیلی پایدار و با دوام میتونه تو محیط‌های آلوده کار بکنه.